در ولایت انبار عراق نیروهای امنیتی با استفاده از هواپیماها بر ضد آشوبگران مربوط با گروه القاعده عملیات نظامی راه اندازی کردند. در ابتدای سال روان آشوبگران گوشه از شهر رمادی و چند منطقه دیگر را تحت تصرف خود درآوردند. اخیراً چرخبالها هم پناهگاهی آشوبگران را تیرباران کرده بودند. در پایتخت اوکراین پیشوای مخالفین ویتالی کلیچکو از گردهمایی مخالفین حکومت تقاضا کرد در دوره مذاکرات با مقامات مصالحه را حفظ کنند. شام 23 ینور کلیچکو با پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ دیدار و گفتگو داشت. به قول کلیچکو پرزیدنت کشور وعده داد که مخالفین بازداشت شده را رها خواهد کرد، اما او گفت رهبر اوکراین طلب استعفای حکومت را نپذیرفت. در پایتخت ارمنستان شهر یریون مردم زیاد جمع شده طلب کردند حکومت اوکراین به خشونت در کیف که حیات کمش 3 نفر را از بین برده است خاتمه گذارد. جای یادآوری است که یکی از قربانی‌های حوادث اخیر کیف اوکراینی ارمنی تبار سرهی نیهایان بوده است. در ولایت بلخ افغانستان نیروهای پلیس بعد کشتار یک نورس بر ضد طالبان عملیات نظامی پیاده کردند. به گفته مقامات عملیات 23 ینور شروع شده تا کنون کمش 10 طالب کشته و یا مجروح گشتند. همچنان شمار زیادی طالبان دستگیر شده است. حکومت قرقیزستان اندازه مشروبات الکلی را به قدر نظررس بالا خواهد برد. فعلا در قرقیزستان یک شیشه عرق به 40 سام یا خود یک کمی پایینتر از $1 برابر است. بعد قبول قانونی نو انداز نرخ ودکا تقریباً 2 برابر بالا خواهد شد. در حالی که قرقیزستان برای ورود به اتحاد گمرکی آمادگی میگیرد، درآمد از انداز ایلاوگی عرق برای بودجه این کشور مفاد زیاد خواهد آورد.